سلام و درود، سال نوتون مبارک. امیدوارم که سال 1403 برای شما سال پر خیر و برکتی باشه. دوستان عزیز، در این ویدیو که اولین ویدیو سال 1403 هستش، میخوام در مورد تکنیک ساخت گل و گلدون، یک، دو، هارمونی گل ارکیده با دیگر اساسی منزل و هماهنگی گل با میز ناهارخوری جلو مبلی و بقیه وسایل با شما صحبت کنم. دوستان عزیز، به این کار شما توجه کنید. برای این کار از ارکید استفاده شده، ارکید سفید و سفید زرد. هارمونی کامل ایجاد شده، یه هارمونی ملایم و زیبا. خب اگه بخواید کنتراستش بیشتر باشه، میخواید کنتراستی از گلدون سفید استفاده کنید، این کار مناسب میز ترولی، میز کنار سالنی، میز ناهارخوری 4 نفره و 6 نفره و 8 نفره و میز جلو مبلی هستش. خب